سرخط مهمترین خبرها: آغاز دعوتی حربی، افزایش نرخ بنزین و گاز مایع و کاهش شمار پروازها از تاجیکستان به روسیه. آیا نرخ چیپتا قیمت می شود؟ سلام بیننده‌های عزیز، آغاز یک هفته نو برایتان خوب باشد. به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. فرمان درباره دعوت جوانان به خدمت حربی در موسم بهاری به امضا رسید. بنا به این فرمان در این موسم شهروندان سالهای تولدی 1995 2004 به خدمت حربی دعوت می شوند. در فرمان رئیس جمهور که روز 4 مارس به امضا رسید گفته می شود که خدمتچیان حربی که مهلت خدمت را ادا کردند رخصت کرده شوند و در ماه‌های اپریل و می سال 2022 شهروندان مرد که تا روز دعوت به سن 18 می رسند و همچنین شهروندان کلان سالتر که حقوق به تأخیر انداختن خدمت را ندارند به خدمت دعوت شوند. در تاجیکستان دعوت به صف نیروهای مسلح همیشه به جنجال و کشمکش آلوده بوده است. از بس که اکثریت از خدمت حتمی در صف نیروهای مسلح سرپیچی می کنند و داوطلبانه به ارتش نمی روند، مقامات انتظامی آنها را از کوچه و بازار یا بستر خوابشان برداشته می برند. سبب پرهیز از خدمت هم بدرفتاری با سربازان در واحدهای نظامی گفته می شود که گاهی با خودکشی و معیوب و معلول شدن جوانان می انجامد. از سال 2015 تا سال 2019 در تاجیکستان 10 سرباز در صف نیروهای مسلح به هلاکت رسیدند. بعضی از بانک‌های تاجیکستان با پخش اظهارات از موقتا قطع شدن فعالیت ویزا کارت در روسیه خبر دادند. آنها از مهاجران تاجیک در روسیه دعوت کردند که مبلغ لازمه را از کارت به طور نقدی بگیرند. همچنین بانک‌ها توصیه می‌دهند که خدمت رسانی‌ها و دیگر پرداخت‌های آنلاین مغازه‌های روسیه را تا 9 مارس انجام می‌دهند. ضمناً روز 6 مارس شبکه‌های بین‌المللی ویزا و ماسترکارد از قطع عملیات در روسیه خبر دادند. بانک روسیه به دنبال گفت کارت‌های ویزا و ماسترکارد که بانک‌های این کشور به مشتریان خود دادند تا پایان زمانی اعتبارشان کار خواهند کرد، ولی تنها در داخل روسیه. در بیرون از کشور یا برای خریدهای بین‌المللی آنها دیگر به کار نمی آیند. این در حالی است که هزاران نفر از مهاجران و نزدیکان آنها نیز از این کارت‌ها استفاده می بردند و این حالت پیش آمده به مردم مهاجر نیز تاثیر منفی می رساند. تحریم‌های ضد روسیه که در پاسخ به حمله این کشور به اوکراین جاری شدند به کار و درآمد مهاجران تاجیک تاثیر جدی رساندند. بعضی از مهاجران میگویند از یک طرف طلبات به کارشان کم شد و از جانب دیگر معاششان با حساب سامانی کاهش یافت. شرکت روسی S7 ایرلاینز گفت سر از 5 مارس امسال ناچار پروازی هواپیماهایش را به تاجیکستان و چند کشور دیگر بس کرده است. مسئولان این شرکت در تلگرام سبب تصمیم را به وضع حاضر پیوند داده تفصیلات دیگر ارائه نکردند. به اطلاع S7 ایرلاینز پروازی هواپیماها همچنین به استرالیا و ارمنستان، بلغارستان و آذربایجان، آلمان و قزاقستان و ازبکستان قطع شده است. هواپیماهای شرکت از فرودگاه‌های دوشنبه و خوجند و کولوب و بختر به چند شهر روسیه از جمله مسکو، برناول، نووسیبیرسک و اومسک پرواز انجام می‌دادند. معلوم نیست این پروازها کی از سر گرفته می‌شوند. ضمناً شروع از امروز 7 مارس شرکت‌های هواپیمایی نورد وایند ایرلاینز و پگاس فلای و از 8 مارس ایرافلوت، روسیه، اورورا، پابیدا و آزور ایر نیز پروازهای بین‌المللی‌شان را منع می‌کنند. از این شمار دو شرکت S7 ایرلاینز و نورد وایند ایرلاینز سیورنی ویتر بین شهرهای روسیه و تاجیکستان نیز ماهانه 10 پرواز انجام می‌دادند و رفتن آنها از این بازار می‌تواند باعث کمبود نارسایی چیپتای پرواز از تاجیکستان به روسیه و برعکس و هم باعث به شدت بالا رفتن نرخ چیپتاها گردد. این در حالی است که به گفته بعضی از ساکنان ارزش بلیت خط سیر دوشنبه مسکو که شرکت سومون ایر انجام می‌دهد 8445 سومانی شده است. در شرکت یورالسکی اویالینی هم نرخ بلیت از 7000 سومانی بالاتر گفته می شود.
بینندگان عزیز، همکاران ما در دوشنبه این موضوع را پیگیری دارند و تا چند ساعت دیگر درباره نرخ چیپتا و شمار پروازها معلومات بیشتر خواهند داد. در شبکه‌های اجتماعی نوار اسیر افتادن یک افسر تاجیک‌تبار روسیه در اوکراین نشر شده است. این مرد در نوار خود را فخرالدین حاجی قربان نام میبرد و میگوید از تاجیکستان است. رسما بازداشت این زاده تاجیکستان را مقامات روسیه و اوکراین تصدیق نکردند. در نوار چهره این مرد زخمی به نظر میرسد و میگوید آنها را به تمرین جلب کرده بودند، نه جنگ در اوکراین. او خود را کماندیر تانک مینامد و میگوید از تانکش تا زمان بازداشت تیر نپرانده بود. زمان و مکان بازداشت او معلوم نیست. از این پیش از هلاکت دو زاده دروازه تاجیکستان در جنگ‌های اوکراین گزارش شده بود که افسر نیروهای نظامی روسیه بودند. مقامات محلی در درواز گفتند که جمشید خودویف یوخولوف و شهرت عبداللهیف شهروند روسیه بودند و با شرطنامه در ارتش آن کشور خدمت می‌کردند. نرخ سوزشواری و گازی مایع که یک هفته قبل کمی پایین رفته بود دوباره افزایش یافت. حالا قیمت بنزین I92 و I95 تا به 10 سومانی و 80 درم یا در بعضی جایها 11 سومانی و 40 درم و نرخ سوزشواری دیزلی هم به 11 سومانی برابر شده است. نرخ گاز مایع نیز به 6 سومانی و 40 درم افزوده است. این در حالی است که یک هفته پیش قیمت فروش بنزین I92 10 سومانی و 40 درم و I95 10 سومانی و 90 درم، سوزشواری دیزلی 10 سومانی و 60 درم و نرخ گاز مایع 6 سومانی و 20 درم بود. مسئولان شرکت‌های فروشی مواد سوخت سبب تغییریابی نرخ را رسما شرح نمی‌دهند. بالاروی نرخ مواد سوخت در همه مناطق کشور مشاهده می‌شود. بخش یک روز تاریخ را در تهیه همکارمان خیرمان بقازاده همراه می‌بینیم. هفتم مارت سال 1967 با قرار کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی هر هفته از 5 روز کاری و 2 روز استراحت عبارت شد. این قرار با هدف تامین حقوق کارگران و شرایط مناسب برای استراحت و فراغت آنها قبول شد. در قانون‌های تاجیکستان هم بعد کسب استقلالیت این طلبات حفظ شد. با گذشت 4 عصر از جنگ شهروندی تاجیکستان، مقامات حفظ قانون یکی از رهبران گروه‌های سلاح بدست و گمانبر در قتل‌های خودسرانه خوجا کریموف یا خوجا کماندیر را به جوابگری کشیدند. فرمانده پیشین فرانت خلقی بعد بیش از 20 سال فرارش از تاجیکستان سال 2020 از خارج استرداد شده برای دست داشتنش در 20 مورد کشتار و 14 سال زندان محکوم شد. سال بعد این حکم بازبینی شد و بر اساس دلایل نو به 21 سال زندان محکوم گردید. 7 مارت سال 1922 یک رسام و قلمکش مردمی زلفیه بحریدین و تولد شده است که بیشتر از راه ایجاد نقش و نگار مردمی توسط سوزنی و گلدوزی چهره های شخصیت های معروف را ایجاد میکرد. رسام خلقی تاجیکستان 91 سال عمر دید و سال 2015 مرکز تعلیمی استحصالی نوی در خوجند به نام زلفیه بحریدین و گذاشته شد. بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل 91 سومانی و قرب دلار باشد. رسما برای 100 دلار 1130 سومانی مقرر شده است. در بانک‌های تجارتی و بازار سیاه ارزش روبل و دلار آمریکایی به مراتب فرق می‌کنند. بینندگان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه. فردا همین وقت ساعت شما را منتظریم. خدا نگهبانتان.